سلام آقا حمید، چه خبر؟ لطف کنید یه سلام علیکی با مردم داشته باشید. مهرآمیزترین درودهای ما رو بپذیرید. برای همه شما آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. خیلی ها به شما لقب دزد و خانوم باز دادن. نظر خودتون چیه؟ خیلی ازشون تشکر میکنم. کسانی رو که سرشون کلاه گذاشتی بیشتر اهل کجا هستن؟ هم در لس آنجلس بسیار هستن، هم در سن هوزه و سان فرانسیسکو هستن. آخه چرا اینقدر کلاه برداری؟ شرم نمی کنی؟ حالا این بگو تا آقای شبخیز، میشه بگی واقعا کی هستی و داری چه غلطی میکنی؟ من همینیم که میبینید اینجا براتون برنامه اجرا میکنم. شنیدم که دوباره مهران عبدشاه خفتت کرده و پتت رو ریخته رو آب. دستشون درد نکنه، اینقدر محبت دارن. ای شیطون، از اون ویدئوهایی که تو لس آنجلس و لاس وگاس داری چه خبر؟ امیدوارم که شما حتما بیایید و ببینید و لذت ببرید. آقای شرفیز، شما دیگه پیر شدی، هنوزم تو خط خانوم بازی هستی؟ یعنی میخوای بگی خط اشکال داره؟ خجالت بکش، تو دیگه زن داری، چرا اینقدر با خانوما لاس میزنی؟ همچین صفا در بینشون هست. من موندم تلویزیون داری چه ربطی داره به خانوم بازی؟ در راستای همین کاره. حالا چرا این کثافتکاری ها رو تو برنامه‌هات انجام میدی؟ چون ما که اینجا که هستیم از صبح تا شب که اینجاییم. شبم که دیگه میریم خسته و کوفته خونه بود، دوباره صبح که میشه کله سحر دوباره باید بدیم بیایم. اینه که موقعیت‌های خوبیه و آدم باید قدرش رو بدونه. یعنی با چند دقیقه لاس زدن اونم رو آنتن کارت را میفته؟ مثل برق کار آدم را میندازه. ببینم غیر از برنامه ها دوست دخترات دیگه کجا میبینی؟ من یه بار توی لاس وگاس دوتاییشون رو دیدم. اومدن و ما توی هتل رفتیم سراغشون و خوبه نمیخواد همشه بگی، یه خورده هم شرم کن. عقجب نمیدونم یه آدم واقعا چطور میتونه مثل شما بشه. اگر ننه بابای درست بالا سرش نباشه و آزاد بذارنشو، از اون ور قضیه لاس وگاس بره تو اون سنا، فردا تنم بره سینما و اون ور قضیه هم سیگارم بکشه پس حتما. خب همین میشه دیگه.